سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره تو این ویدیو آموزش حرکت اسکوات رو به شما بدم، اینکه چجوری به صورت اصولی و دقیق با ریزه‌کاریاش این حرکت رو بدون مشکل انجام بدید. پس آخر ویدیو با من همراه باش که نکته‌های خوبی رو قراره بهت بگم. خب دوستان عزیزم، از اونجایی که من میخوام این حرکت رو برای افراد مبتدی هم آموزش بدم، امروز از این صندلی کمک میگیریم برای آموزش حرکتمون. من اینجا از صندلی استفاده میکنم. شما اگر توی باشگاه میخواین حرکت رو انجام بدید، میتونید از نیمکت‌های باشگاه هم استفاده کنید. فقط چیزی که باید به یاد داشته باشید این مورده که اگر قرار از صندلی استفاده کنید یا نیمکت‌های توی باشگاه، فاصله اون صندلی از پایین تا زانوی شما باشه، یعنی اینکه بالاتر نباشه پایین‌تر هم نباشه که بخواید خیلی اسکوات عمیق بزنید، مخصوصا برای افرادی که مبتدی هستن. پس این فاصله باید تا زانوی شما باشه. خب موردی که میخوام براتون توضیح بدم، مواردی که میخوام براتون توضیح بدم کامل با دقت گوش بده که دیگه توی زدن اسکوات دچار مشکل نشی و حتی اگه مربی بالای سرت نباشه بتونی بدون مشکل این حرکت رو انجام بدی. بچه‌ها، پیشنهاد من برای افرادی که به تازگی ورزش رو شروع کردن یا برای اول بار حداقل میخوان حرکت اسکوات رو انجام بدن اینه که این کار رو مقابل آینه انجام بدن که کامل فرم بدنشون رو ببینن، اینکه چجوری دارن انجام میدن، که اگر توی آینه میبینن دارن اشتباه انجام میدن حداقل از یک نفر کمک بگیرن یا ویدیوها رو ببینن و باعث بشه که حرکتشون رو درست انجام بدن. بریم سراغ آموزش حرکت. دوستان عزیز من اول از روبرو بهتون بگم چند تا نکته در رابطه با زاویه پاها و زانوها. شما اگر بخواید اسکوات معمولی رو بزنید، یعنی اینکه ساید اسکوات یا سومو اسکوات نباشه، فاصله بین دو تا پای شما باید به اندازه عرض شونه باشه. خب عرض شونه یعنی شونه های من کامل میاد به سمت پایین، میشه فاصله دو تا پای من. مورد دیگه ای که وجود داره اینه که پاهای شما یا باید حالت 11 قرار داشته باشه یا باید یه مقدار پنجه پام به سمت بیرون باشه. این یه مقداری که میگم انقدر نباشه ها بچه‌ها، این کلا عضله هدفتون رو عوض میکنه. یه مقداری که میگم در حد 10-15 درجه، یه مقدار که بتونید راحت بشینید. خب مورد بعدی که وجود داره اینه که زمانی که شما دارید حرکت اسکوات رو انجام میدید، زانوهای شما نباید به داخل بچرخه یا به سمت بیرون، یعنی منحرف نشه از اون ستون اصلی پاتون که قرار داره. من براتون مثال میزنم، دقت کنید اینجا رو ببینید. زاویه اصلی زانو اینه. خب میبینی زانوی من داره در جهت پنجه پاهام خم میشه، یعنی اینکه این حالتی نمیشه یا به سمت بیرون نمیره. این دوتا اشتباه بچه‌ها، دقت کنید به این مورد. پس زمانی که دارم اسکوات هم میزنم زانو در جهت پنجه پام خم میشه. مورد دیگه ای که وجود داره، من از پهلو بقیه موارد رو بهتون نمایش بدم، اینه که شما زمانی که دارید اسکوات میزنید باید باسنتون رو بدید به سمت عقب، بالا تنه من به سمت جلو خم میشه و دقیقاً انگار که میخوام روی یک صندلی بشینم. دقیقاً همون حرکت رو انجام میدم. بچه من از اونجا که میخوام حرکت بزنم باید به اندازه یه قدم کوچیک از صندلی فاصله داشته باشم. پچی شد، عضلات شکم منقبض میکنم، عضلات سرینی و باسن رو منقبض میکنم، باسن میره عقب، بعدن رو به جلو خم. اینجا رو داشته باش. باسن من عقب میره، زمانی که نوک باسنم میخوره به لبه صندلی حرکت اسکوات من کامل شده. بچه به این میگن اسکوات 90 درجه. اگر زاویه پای منو با زمین دقت کنید 90 درجه است. اوکی بچه ها، من میام بالا. دقت کنید زمانی که دارید حرکت رو میزنید نباید اینجوری باشید، این اشتباهه. اگه یه بار بزنید کامل متوجه میشید کل فشار روی زانوی شماست. بچه ها خود حرکت اسکوات یکی از حرکات اصلاحی برای زانو هم حساب میشه. از اونجایی که چهار سر شما رو تقویت میکنه، باعث کاهش درد توی
مفصل زانو میشه. پس اگر تو داری اسکوات میزنی و زانو دردی، یعنی اون لحظه زانو داره درد میگیره، کاملا داری اشتباه میزنی، چون که نباید هیچ فشار روی زانوی تو باشه. یک بار دیگه حرکت رو انجام میدم. پس فاصله پام از عرضشونه یه مقدار بیشتره، ببخشید فاصله پام اندازه عرضشون است. پنجه پا یا موازی حالت 11 یا به اندازه 10-15 درجه به سمت بیرون میچرخه. با سنم میدم عقب، عضلات شکم و سرینی کامل منقبض، بدنم متمایل به سمت جلو و میشینم. با سنم که میخوره بلند میشم. بچه زمانی که داری حرکت اسکواتتون رو کامل میکنید، نباید زمانی که میایین بالا مفصل زانو رو اینجور قفل کنید. خب منو ببین، اسکوات رو میزنم میام بالا، اینجوری نشه، قفل نکنید مفصل زانوتون رو. بعضی انقدر تون میزنن اصلا اینو متوجه نمیشن. ببین اسکوات میزنم میام بالا، قبل از اینکه پام کامل صاف بشه وای میستم. اوکی؟ اگرم میخوای مفصل زانو صاف کنی کامل، مثلا تکرار آخر حرکتت هست، این کار رو با سرعت انجام نده، این کار رو آروم انجام ده. زدم مثلا تکرار 15 آروم پامو صاف میکنم. به این نکته ریز خیلی توجه داشته باش، واقعا مهمه. فکر میکنم که دیگه تمام موارد رو کامل بهتون گفتم. من یه بارم بدون صندلی بزنم که شما کامل یاد بگیرید. منو ببین، این اسکوات 90 درجه است، میام بالا. اسکوات 60 درجه برای افرادی که تازه شروع کردن و زانو درد دارن بهتر که اسکوات 60 بزنن، یعنی این کافیه. میام بالا، اسکوات 60 درجه، اسکوات 90 درجه. اوکی بچه، یه نکته دیگه هم که فراموش نکنم بهتون بگم، گردن و سر منه. اینکه زمانی که دارم اسکوات میزنم سرم اینجوری بالا نگه ندارم یا بندازم پایین، یعنی اینجوری نباشم. گردن و سر من در راستای ستون فقرات منه، اینه. اوکی؟ خب امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر دوستی رو میشناسی که حرکت اسکواتش رو اشتباه انجام میده یا بلد نیست که این کار رو انجام بده، ویدیو رو براش بفرست که اونم بتونه یه اسکوات خوشگل و تمیز در بیاره که باعث آسیبش نشه. دوستتون دارم، تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.